سلام سلام، حالتون چطوره؟ تو کامنت ها بهم گفته بودن صدات خیلی ضعیفه. حالا میخوام سعی کنم بلندتر صحبت کنم تا بعد انشالله یه میکروفون خیلی خفن بگیرم. تنافرین شده شد این نازنین کارما پس خیلی زود. میدونید کیو داره میگه دیگه؟ جاویدو میگه و واقعا هم داره کارما پس میده. از بس نازنین رو اذیت کرد، عصبی کرد، باعث شد که نازنین واقعا پرخاشگری بکنه به همه. و شاید 2 روز آخر نازنین خیلی تنها شده بود، حتی برای غذا خوردن. الان جاوید همون جور شده، منفور بود، منفورتر شد و تنها تر. $30,000 تو داری شخصیت و شرف تو میفروشی اینجا. من جوازاری الان موقع جواب دادن نیست. اینجا جاوید صبح زود که هنوز بچه ها میکروفوناشون وصل نشده بوده اومده چی گفته؟ اومده به عسل گفته که بیاین اجماع کنیم یاسمن رو بندازیم بیرون. بعد الان داره میزنه زیرش، میگه نه من این حرف رو نزدم. خودشو از وسط 2 نصف کرده. توی قسمت های بعدش هم فکر کنم میبینید که میگه نه من این حرف رو نزدم. حتی یه جایی هم قسم فوق‌العاده سنگین جون مادرش رو خورده که من این حرف رو نزدم، ولی به نظر من زده. ولی من واقعا خوشحالم که فرناز گول جاوید رو نخورد، براش گل گرفت، نمیدونم یه سری رفتارهایی که بگن واو چه جنتلمنه ولی گولش رو نخورد. خیلی خوشم اومد. وسط مسطا یه نگاه به این آقا وحیدم بکنین، چرا سالادا رو اینجوری با هم قاطی میکنه؟ چاقویی چنگالی چیزی اونجا موجود نیست، با دست اونم به این روش. ببینید فرناز خود یاسمن اینجا نشسته بودیم، گفتم روژان خانوم نه دیگه داستانیه بین ما نه چیزی. من اینجا هم دارن این سالات رو میل میکنن. نوشه جان نگاه کردن داستان باشه تو خیلی سکسی تری که من بخوام نگاهی تو بکنم. دیدین چی گفت؟ مهیار دیگه. حالا همین میره تو وتره پخش میشه، همه عصبی میشن، مخصوصا معین. خب خیلی غیرتی میشه، عصبی میشه، جنجال، دعوا، میخوان همو بزنن، میگیره روی یاشار. بعد مهیار یه گوشه نشسته همجوری داره نگاه میکنه، آتیشو انداخته و داره نگاه میکنه. و از اونجا دوست دخترش، حالا پارتنرش، میاد ازش دفاع میکنه. نه دفاع کنه، پشتشو میگیره که یعنی من با این مسئله مشکلی ندارم. کی؟ یلدا. من یه آرتیستم، سبک زندگیم اینجوریه، اصلا مشکلی ندارم با این کلمه‌ای که مهیار به عسل گفت. هیچ دختری به اندازه من فکر نمی کنم اوپن مایند باشه که حتی شما الان ببین گوش میدین که میتونست، اگر من یه آرتیست نبودم، اگه من یه دختر عادی بودم، میتونست یک بمب باشه. یا ما غیر عادی هستیم یا آرتیست جماعت. من خودم طرف مقابلم همچین حرفی رو به یکی دیگه زده بود که فلانی چیزتره، زیباتره، همون کلمه‌ای که خودتون میدونی. من از وسط 2 نصفش میکردم بگم اوپن مایندم عزیزم. نه اصلا نمیدونم کی آنورماله. یا عصبانیت حرفا هم میزنه، پاشم هستم داداش اشتباه میکنی، دوباره داری به من چیز میکنی. یه بار شیرازی جماعت رو تهدید نکن آقا معین. درسته ما خسته ایم ولی در دفاع از خودمون بلند میشیم. آقا چیکار کنیم؟ داداش بابا یه دقیقه بیا تو با اعصابش خورده، تو میدونی اعصابش خورده. نگاه داداش دعوا شد. بیاین ببینین اونایی که خیلی هیجان دوست دارن. ولی خب معین به نظر من اینجا باید میرفت با مهیار دعوا میکرد، ولی خب از بس عصبی بود به یاشار میگه تو که رفیق من بودی و اونجا نشسته بودی چرا 2 تا نزده تو دهن مهیار که این صحبت ها رو نکنه. حق داشت البته. حالا فردا با هم آشتی میکنن و این میاد معذرت خواهی میکنه و اوکی میشن.
ولی خب این قسمت خیلی همش دعوا بود. حالا همه این دعواها سر مهیار و خودش و دوست دختر آرتیستش نشستن تماشا میکنه. البته بعدش گفته من میخواستم بیام جلو، ولی گفتم بچه ها آروم بشن، یه موقع کتک نخوره. فکر کنم از این ترسیده. ایشون آرتیست خانم حالا میگه بهش بر نمیخوره. من اینجا خانم صالحی میاد به یلدا میگه که تو چه حسی داشتی که مهیار یکی دیگه گفته زیباتره و فلان. بعد سرجیو میاد میگه که ایشون آرتیسته، بهشون بر نمیخوره. خیلی خوب چیزی گفت. در کل به نظر من یلدا چرا اومد پشت مهیار رو گرفت؟ چون هم نمیخواست این رابطه خراب شه، کاپل بمونن برای فینال، هم که مهیار منفور نشه و رأی حذف نگیره بره بیرون. ولی کی حذف میشه این وسط؟ خود یلدا، و شوک میشه از این قضیه. خب خدا رو شکر جاوید سمی حذف شد، ولی نمیخوام براتون اسپویل کنم، ولی میگن که به برنامه بر میگرده متاسفانه. بله، قیافه فوق‌العاده ناراحت یلدا رو میبینین که اصلا انتظار نداشت که بخواد رای بیاره و حذف بشه. به نظر من عسل که با یاسمن خیلی کنتاکت داشتن و عسل میگفت یاسمن به من فوش مادر داده، عسل باید یاسمن رو رای به خروج یاسمن میداد، نه اینکه بیاد بگه که یلدا اینا رابطهشون فیکه من به اون رای میدم. به نظر من اینجا اصلا رای عسل منطقی نبود به هیچ وجه. این وسط ها یادتون نرفته که منو سابسکرایب کنید، زنگوله هم بزنید که سری پستان براتون بیاد، با هم کلیپ ببینیم، با هم بخندیم، با هم عصبانی بشیم. تا کلیپ بعدی فعلا خداحافظ.